لبک. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. دوم سلامتی شما خوب هستین؟ خدا را شکر. سوال داشتم خواستم که از شما پرسم. بیم علوم. خب درباره کلمه بی‌فراست بسیار میشنویم. کلمه بی‌فراست از شخصان کلانسو معلومات میدادید. بعد سوال دیگری هم داشتم. خب در میان مردم کلمه لعنتی یا که پدر لعنت بسیار استفاده می شود. آیا این مثلا از لحاظ دینی یکان ضرر یا که منفعت دارد؟ سلامت باشی خانم. خب دوست ما سوال میگوید که کلمه بی‌فراست البته در بین خود ما تاجیکان این بسیار مشهور است، شهرت دارد که میگویند که فلان بی‌فراست است یا که بی‌فراستی نکن. فکر میکنم شکل درستش فراست باشد و در اصول هم آمده است که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالی، یعنی از فراست مؤمن پرهیز کنید چون که به نور داده خداوند نظر میکند. یک قصه به یادم آمد. احمد دانش که با نام علامه بزرگ است، با تخلص احمد کله یعنی بسیار شهرت دارد و هم دو شاگرد هم داشتند، یکی با نام نعمت الله و دیگری با نام کرامت الله که قاری حافظان قرآن بودند و یک رساله هم دارد با نام رساله سلاله منویتیان دوره حکمرانی امیر نصرالله پسر او امیر مظفر و خود اصبت احمد دانش شخصیت بسیار با نفوذ و خطا نکنم اگر سفیرم دولت روسیه پرچوبی روان شده بودن، وقتی که میروند پیشرفت ترقیات رو میبینن و میان پیشنهاد میکنن به امارت که ما باید در سمرقند میگوید یک فابریکه قنادی بسازیم چون که میوه‌جات در اونجا نهایت زیاد است. خلاصه اون گپی خبری زیاد دارد. این کتاب سال تقریبا یا 53 چاپ شده باشد یا 52 که او وقت با نام استالین نوباد بود. همون کتابی که درباره رساله سلاله منویتیان دوره حکمرانی امیر نصرالله پسر امیر مظفر در همونجا یک قصه عجیب میبیارد. میگوید که ایام نوروزی بود، همون وقت در زمان خود امیر مظفر هم در عید بهار همچون عید بهاری در دوام ماه یعنی نوروزی مردم بسیار جمع شده بودند. میگوید یک نفر اومد همونجا نشست در همون معرکه و با یک نفری هم صحبت شد و با نام احیاس خطا نکنم اگر و این رساله در هفته‌نامه سمک هم از طرف یک ژورنالیست هم پارچه پارچه چاپ میشد یک سال پیشین. خلاصه میگوید با همراه همون ایاز نشستن یک صحبتی انجام دادن. گفتن که یک نفری در یک غلامی داشته است و غلام خود را به بازار میارد و بسیار پول قیمت میگوید، یعنی ارزشش رو بسیار قیمت میگوید و میگن که این چی هنر دارد، چی مهارت دارد که به این درجه ارزش او را قیمت گفتی. البته این اصلا خود غلامداری این مال اسلام نیست، پیش از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم این چیز وجود داشت و به سبب و برکت و نسیم دین مبین اسلام این ستمکاری یا که این ظلم استبداد از بین رفت. چون که ما ببینیم اگر احکام های شرعی را انسان اگر حتی قسم هم میخورد، اگر قسم خود را میشکست، شریعت برای او دستور میداد که باید یک غلام آزاد کنه، چون که آنها هم میگفتند برادران شما هستند، آنها مادران شما، مادران اونها رو تولد کردند. یعنی چیزی که پیامبر علیه السلام و اصحاب کرام و امت تاکید میکردن، توصیه میکردن که هر چیزی که خود میخرید از اونها را بخرونید و از هر چیزی که خود میپوشید آنها بپوشونید و از قدرتشون زیادتر آنها را کار نفرمانید، در حق آنها با انصاف باشید. خلاصه میگه قیمتی همون غلام رو بسیار نرخی بلند میگه و میپرسن که این چی مهارت دارد. میگه که این 3 هنر دارد. یک هنرش همین است که این حیوان شناس است.
البته این چیز مهارت میخواهد. دوم میگه این کس دورشناس است. سوم هنرش همین که میگه این آدم شناس است. و تمام مردم هرچند جمع میشن آدمای ثروتمند همون مبلغ پیدا کردن نمیتونن و شاهی همون زمانه میگوید که من اگر با شرط همین گفتگوی شما اگر درست باشد همین مبلغی که شما از من خواهان طلب میکنید قیمت گذاری میکنید همین رو من برای شما پرداخت میکنم. با روزگی رو میدیم وقتی که میگوید که ما به نزدیکی در کشورمان اسب‌دوانی داریم با اصطلاح پیکه اسب‌دوانی داریم میگوید یعنی یک اسب رو بگیرد تربیه کند که ببینیم اگر همین گفتگی شما درست است یا نادرست است و وقتی که اون رو به همون سایزخانه میبرن اصلا همون سایزخانه جایی که اسب‌ها رو نگاه کرده میشه. خیلی همین کلمه سیاست هم از همین کلمه است از بابی دویمی ثلاثی مجرد سوسه یا سوسو سیاست مثلا به معنای نگاهبانی چاروا است. عادت مردم ما هم همون جای اسب میبرسیده سایزخانه میگن. با همون سایزخانه میبره اسب‌ها رو میبینن دیگه اینها در پیکه نمیشه، اینها از تربیت از قانون تربیت بیرون شدن و من خیلی گله اسب رفته یک اسب رو برای خود اختیار میکنم. وقتی که او رو به همون گله اسب میبره یک اسب لاغر رو اختیار میکنه که شرط میگذاره میگوید که تربیه ای به عهده خود من. خلاصه اون اسب رو تربیه میکنه. در همون مدت وقتی اسب دوانی میشه اسب جایی اول رو اشغال میکنه. این یعنی هنری که گفته بود درست برآمد راست برآمد. دوم پادشاه میگوید که من در همین خزینه خود یک دور دارم که هم دور رو چگونه دور است. وقتی که دور رو میارن دور رو میبینن نگه این دور بسیار دور قیمت بها است و لیکن متاسفانه در داخلش یک سنگی پسیفه دارد. پادشاه امر میکنه که دور رو بشکنه. یکی از وزیرها مخالفت میکنه میگه نخواد شما به یک سخن یک غلام حبشی یک دور رو بشکنه. اما غلام در جواب میگه که شما سخن منی سخن پادشاه را نشکنید. نه عادتا در بین مردم ما تاجیکان همین گپ هست دور شکند و سخن نه. من فکر میکنم که شاید که همین سخن از همونجا برآمده باشه. میگه پادشاه که شما را امر کرد بشکنید سخن پادشاه را نشکنید. خلاصه دور رو میشکنن که واقعا در داخل همون دور یک سنگ پسیفه. این هنرش هم این اون چیزی که گفت اینم درست میبره. سوم هنری همون غلام همین بود که میگفتن آدم شناس است صحیح باشه. بعد پادشاه میگه که من چگونه آدم هستم. بعد میگه که من تنها این سخنه برای شما میگویم و دیگه که به شرطی از خون من گذشت کنیم. پادشاه با این راضی میشه. بعد میگوید که شما اصلا پادشاهزاده نیستین میگه. وقتی که این سخن میگه پادشاه بسیار از این سخن ناراحت میشود و از سبب اون که دو عملی رو که وعده کرده به صاحبش هر دو رو عمیق و دقیق به اصلاح رسانید به نزد مادر خود میشود. همین سخن در بین مردم هم یعنی شهرت دارد که میگن الچند این سخنی نامشروع است یعنی شرعی نیست. میگن که فرزند را مادرش معین میکند اما از نگاه شرعی میگن و من نفع ولد زمان تهنیت اشترای آلت ولادتی صح و بعده لعنه. یعنی فقط از نگاه شرعی الولد للفراش و للآخر الحجر. این به این معنی است که یعنی معنای این رو فاسألوا اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. وقتی که یک نفر رو کودکدار میشوند مبارکباد میکنند همین وقت اگر نفی کند یا که زمانی شروع آلت ولادت وقتی که برای کودک لباس و دیگر چیزهایی که عادتا معمول و هم عرفاً و هم برای خریداری کردن همون وقت نفی کند از او پدرش نفی میشود و حالت دیگرگون میشود. خلاصه وقتی که مادرش رو بسیار اول به خوبی بعدا به شو به تهدید میگذاره اگر میگه راستش رو نگوید
به قتل میرسونم، تهدید میکنم. مادرش میگه که درست است. وقتی که میگوید من عادتا همین خیلی بود که فقط از پسرها بالای وظیفه میرفتن، یعنی بعدی سری پدر میگوید پدر شما از من فقط دختر تولد میشه. در ایام حاملگی میگوید و من همین خیلی تهدید کرده بودن که اگر باز دختر اگر تولد کنی، به همین خاطر میگه من همون دایاها را همون وقت میگه سفارش دادم که اگر رفت از من دختر تولد شد چی علاج کرده همین را با یک پسر یعنی علیش میکنه. همون شب میگه اتفاقا زنی نامفروش هم میگه یک پسر تولد کردگی بود و همون رو با همین پسر یعنی چیکار کردن میگه علیش کردن و خواهر شما در خانه همون نامفروش است و شما واقعا میگه پسری نامفروش هستی. بعد این غلام رو میپرسه که تو از کجا این رو فهمیدی، از کجا درک کردی که شاهزاده نیستم و پسری نامفروشم، یعنی ناوایچی هستم. میگوید که وقتی که در معرکه نان میبرن، اولین چیزی که حرکتی که شما میکنید از در سخن نان رو میگیرید، پشت پهلوی آن رو نظر میکنید میبینید. یعنی میگوید این عادتی نامفروش ها است، یعنی این عادتی شاهزاده ها نیست. یعنی این یک نوع فراست میگن یا فراست میگیم ما، یا اصل شکل درستش فکر میکنیم فراست باشه، یعنی زیرکی است. یعنی زیرکی است که دین مومن اسلام در این باره کتابی هم داره، کتاب اخلاق المحسنین. در اون باره یک بابی هم در این باره هست که هر یک شخصیت رو از قیافه‌اش یا که از رفتارش یا از گفتارش معین مشخص میکنه. همچنین که طبیبان سالهای پیشین، البته این دستگاه‌های امروزه لابراتوارهای امروزه وجود نداشت، با انسان صحبت میکردن، از صحبتشون بیماری او رو معین میکردن که کدام عضو اون بیمار است. این چیز وجود دارد یا که از ناخن‌ها میدیدن یا که از گوش او میدیدن، غالبا از سخن، چون که سخن هم شخصیت انسان رو معلوم میکنه. وقتی که سخن میکردن از سخنگویشون، از حرف زدنشون بیماریشون هم معین میکردن، مشخص میکردن و او را توابر میفرمودن. این یک نوع زیرکی هست که یک چیز طبیعی، یک خدادادی هست که انسان رو به این، یعنی خداوند هر کسی را که عطا کنه با این مهارت، با این روش زندگی خود را ادامه میدهد. یعنی خلاصه معنی همین فراست همین است. برای همین گذشتگان ما همیشه تاکید میکردن که انسان باید با فراست باشه، یعنی باید یک زیرکی داشته باشه، یعنی گرنگ یا که گلو نباشه، یعنی هوشیار باشد. البته این با واسطه گفتیم هم فطری میشود هم اکتسابی میشود که با واسطه خواندن علم میشود، که چون که علم نور است و جهل نادانی این تاریکی است.